باید جا بجاشیم بین صفحات. تو بگیم ممنون از دوستانی که به موقع وارد کلاس میشن. یه دقیقه برای دوستان دیگه وایسیم. خب یکی از دوستان خواهشان همین اول باش هماهنگ کنیم. اگر دوستان حالا کامنتی یا سوال فوری داشتن، چون من صفحه‌مو میخوام شیر کنم کامنت ها رو نمیتونم ببینم، اگر موردی بود حتما لطف کنه و حالا به صورت صوتی به بنده گوشزد کنه تا این کامنت رو در نظر بگیرم. من یک با امید خدا کم کم شروع میکنم. خب اولندش که باید تشکر کنم از دوستان انجمن علمی برق دانشگاه زنجان و همچنین اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور و یه تشکر ویژه‌ای هم میکنم از دبیر محترم انجمن برق دانشگاه زنجان که خب خداییش برای برگزاری این دوره تلاش‌های زیادی کرده. و در نهایت هم تشکر میکنم از همه شما دوستان و عزیزانی که به بنده اعتماد کردین و به این دوره پیوستید. خب جلسه اول و امید خدا شروع میکنیم. یک معرفی کلی از خودم کنم. بنده محمد رضا عسکری سپستانکی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته برق گرایش کنترل از دانشگاه زنجان. حوزه تخصصی بنده کنترل کننده های مود لغزشی، کنترل کننده تطبیقی، سیستم های غیر خطی، سیستم های آشوبناک و کنترل کننده های آشوبناک هستش. بنده تز ارشدم کنترل و پایدارسازی توربین‌های بادی فراساحلی با استفاده از کنترل کننده حالت لغزشی تطبیقی بود که کنترل کننده بر اساس تابع مانع پیوسته در حضور عدم قطعیت‌ها و اختشاش‌ها کار می‌کردش که حالا تحت نظر پروفسور جلیل‌مند و دکتر صالح مبین تونستم نمره عالی از دفاع بگیرم. لیست مقالاتی که تا الان بنده چاپ کردم به دو صورت ژورنال پیپر و کنفرانس پیپر هستش. خب این لیست رو آوردم. در ابتدا بگم که اولین مقاله‌ای که من چاپ کردم یک مقاله کنفرانس بود که یک کنترل کننده مود لغزشی تطبیقی چتر فری یا چتر آزاد یا بدون چترینگ بودش که اگر الان برگردم و به گذشته 100% بهترش میکنم. یعنی واقعا اون اولین مقاله‌ای که من نوشتم واقعا از دیدگاه خودم الان افتضاح بود. با این حال اون ترسم از مقاله نوشتن و این مقاله ریخت و بعدش یک مقاله ژورنال دادم فازی استیمیتر با استفاده از حالا کمک دوستان تحصیلات تکمیلی یا دکترا و خب کم کم افتادم رو غلطک و با کمک حالا دوستان هی بهبود دادم. اینو خواستم بهتون بگم که اولی مقاله همیشه یک ترسی داره ولی خب ارزششو داره. سعی کنین همیشه یک استارتی بزنید. راههای ارتباطی با بنده خب تلگرام و واتساپ و اینستاگرام، آیدی بنده همین هستش. از طریق ایمیل هم میتونین با من در ارتباط باشین. آدرس لینکدین هم این هستش و اورکیدم که این هستش. خب هدف از نوشتن مقاله، این دوستانی که به این دوره اضافه شدن و این دوره رو ثبت نام کردن یک پرسش و پاسخ همین ابتدای جلسه داشته باشیم و بگین هدف از شرکت در این دوره واسه شما چی بوده. بذاریم ببینم پاسخاتون
چه چیزی میتونه باشه؟ ممنون از فیدبک هایی که میدین. سلام مهندس، وقت شما بخیر. سلام خانم مهندس، وقت شما هم بخیر مهندس باشه. خوب هستین؟ رسولزاده هستم. مهندس واقعیتش من خودم به شخص تا حالا مقاله ننوشتم و هدفم هم این هستش که همونطور که شما گفتید اون ترسه ریخته بشه و یاد بگیرم و به قول گفتنی یه مسیری باشه که آدم بتونه گام‌های بعدی رو برداره. خیلی هم عالی، ممنون از فیدبک شما. امید خدا انشالله که بتونه آغاز کننده نوشتن یک مقاله برای شما باشه و خب انشالله در این راه درازی که در آینده پیش رو دارین مقالات بیشتری داشته باشین و موفقیت های بیشتری از شما ببینیم. آره دوستان، اکثرا میتونه مهاجرت باشه، پیشرفت، شاید برای دکترا هم به درد بخوره. آره بالاخره برای بهبود رزومه هم عالی هستش. دقیقا اکثرا از همون تقریبا خلاصه میشه داخل مهاجرت و حالا قوی کردن رزومه برای دکترا یا حالا برای یک کار. خب ادامه رو بریم. هدف از نوشتن مقاله خلاصه بار من 5 تا مورد آوردم. یکیش که اینکه انتقال دانشه. حالا شما سر ارشد، حالا بعضی از دوستان دکترا و بعضی دوستان کارشناسی، یک پروژه یا یک تزی رو شروع به کار میکنن و این تز و کار خیلی قوی هستش، متاسفانه بعضی از موارد به هیچ عنوان نمیتونن در آخر این تز یک مقاله از خودشون ارائه بدن و این یک مشکلیه به نظرم که حالا این انتقال دانش میتونه از طریق مقاله، چون خب خیلی خلاصه تر هستش و جایی هم ثبت میشه که یکی از دلایل دیگهش ثبته و اون موضوع به اسم شما در آینده ثبت میشه و تقریبا میشه گفت یک رزومه ای هستش برای شما. ارتقاء علم و تحقیقات، خب 100% مقاله کمک میکنه که اون علم حداقل دیوارهای علم یکم جابجا بشه و این هم یکی از دلایلشه. تبادل نظر و ارتباطات علمی، خب وقتی یک مقاله رو شما می‌نویسین، اون مقاله یک جایی نمایه میشه و تمام مهندسا و حالا ریسرچر هایی که هستن تو اون حوزه میان و کارهای شما رو میبینن و دوست دارن حالا حداقل با شما یک کانکشنی داشته باشن. خب این اتفاق برای بنده خوشبختانه این مدت افتاده و هر چقدر که میرین جلوتر این ارتباطات بیشتر میشه و با افراد قوی تری میتونین در ارتباط باشین. مورد دیگه هم میشه گفت افزایش شهرت و شناخته شدن. خب 100% تو حوزه برق یا کنترل، به خصوص کنترل، همه فریدمن رو میشناسن. یعنی فریدمن یک فرد بسیار قوی هستش، یا تو ایران خود دکتر صالح مبین رو میشناسن به این دلیل که مقالات زیادی داره و تو اون ثبت علم و ارتقاء علم خیلی کمک میشه. خب این هدفش بود، ولی خب یک سری مزایایی هم داره. حالا دوستان گفتن میتونیم برای مهاجرت ازش استفاده کنیم، برای تقویت رزومه، حالا برای دکترا یا کارهای دیگه ازش استفاده کنیم. آره یکیش اینه که سهم در توسعه علمی کشور میتونیم با هر نوشتن یک مقاله، خب کشور یک ارتقایی میره بالا و رنکینگ کشور تو مقاله میره بالا. خب سطح علمی یک کشور با مقالاتی که اون کشور به ثبت میرسونه نشون داده میشه. استفاده از منابع مالی و اقتصادی، خب دانشگاه ها یک سالیانه یک سری بودجه میگیرن. خب اون بودجه‌ای که دانشگاه ها میگیرن بر اساس همون دانشجویان که فارغ التحصیل میشن و اون مقالاتی که اون دانشگاه به ثبت میرسونه و هر چقدر که این مقالات بیشتر باشن، بودجه‌ای که به اون دانشگاه میرسه بیشتر هستش و اکثرا اساتید یک سری گرند هایی دارن به اون دانشجویانی که مقاله چاپ میکنن، بیشتر به اون گرند ها تعلق میگیره. شناخته شدن در جامعه علمی جهانی، خب وقتی یک اسمی از شما داخل یک مقاله میاد، اون مقاله وقتی نمایه بشه در حقیقت اسم شما هم نمایه میشه و در اون فیلد شما شناخته میشین. فرصت های شغلی و حرفه‌ای، خب تو ایران ما متاسفانه ریسرچر خیلی کم داریم، ولی تمام دنیا
ریسرچر بودن به عنوان یک شغل میشه در نظر گرفت. با این حال تو بعضی از شرکت ها و مؤسسات داشتن مقاله واسهشون خیلی مهمه، چرا که وقتی شما صاحب علم باشین و یک مقاله داشته باشین، یعنی فهمید که شما از اون علم، از اون مدرکی که گرفتین یک چیزی سر در میاد. تحصیل در اخذ مدارک تحصیلی و علمی، خب این هم میشه یک کوهن مثبت برای شما باشه که حالا با دادن مقاله میتونین اینو به دست بیارین. انتقال دانش به جامعه، خب اینم یک کوهن مثبت هستش. خب حالا صحبت این شد که این مقالات یک سری امتیازات دارن. قبل از اینکه ما وارد انواع مقالات بشیم، حالا یک سرفصل برای جلسه اول بهتون میگم که تو این جلسه اول چه چیزهایی میخوام به شما توضیح بدم. بعدش میریم یک جدولی که امتیازات مقالات رو نشون میده. اول اون جدول رو به شما نشون میدم و بعدش انواع مقاله رو توضیح میدم. خب تو جلسه اول ما به معرفی و بررسی انواع مقالات میپردازیم. بعدش نحوه جستجو و دانلود انواع مقالات رو میایم بهتون میگیم. بعدش به صورت مستقیم فوکوس میکنیم فقط رو مقالات کنفرانس تو این جلسه، که حالا این سرفصل ها رو به ترتیب هر چقدر بریم جلوتر بهتون. خب دوستانی که میخوان هیئت علمی بشن یا حالا برای دکترا اقدام کنن، باید بهشون بگم که هر مقاله داره یک سری امتیازات هست. حالا اون امتیازات هم میتونین جای دیگه استفاده کنیم. حالا خوشبختانه چون من خودم پسر هستم و پسرها یک مانع بسیار بزرگی دارن به عنوان خدمت، من تونستم از مقالاتی که چاپ کردم برای سهولت در خدمت کردنم استفاده کنم و حالا به عنوان طرح بنیاد نخبگان نیروهای مسلح تونستم شروع به فعالیت کنم که خوشبختانه دیگه همش این روزا تو خونم و میتونن کارهای تحقیقاتیمون پیش ببرم. نگاه کنین مقالات که در نشریه‌های Q1 چاپ میشن اکثرا 50 امتیاز دارن. بعدش Q2 40 امتیاز، Q3 25، Q4 5 امتیاز و مقاله های کنفرانس حالا در نشریه‌های علمی پژوهشی و اینا 30 امتیاز، در نشریه‌های علمی ترویجی 5 امتیاز، در سخنرانی‌ها 10 امتیاز و در پوستر و همایش 5 امتیاز. خب خود اینها هم یک سری دسته‌بندی داره. نگاه کنیم وقتی اگر حالا یک سری شمردن داره، مثلا بستگی حالا داره به تعداد نفراتی که داخل اون مقاله هستند و جایگاه نفری که اون مقاله رو می‌نویسه. این هم میتونین با یک سرچ راحت پیدا کنین که به نفر اول چقدر میرسه، به اون نفری که سابمیت میکنه مقاله رو چقدر میرسه. فقط خواستم این امتیازات رو ببینیم و حالا بریم ادامه. خب انواع مقالات به دو دسته کنفرانس و ژورناله. کنفرانس ها خودش دانشجویی هست، منطقه‌ای هست، ملی هست، بین المللی هست و من اکیداً بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواین یک مقاله کنفرانس به ثبت برسونین، حتما داخل کنفرانس ها و همایش های بین المللی باشه و حتما چون خود کنفرانس ها به دو صورت سخنرانی و پوستر هست، شما فوکوس کنید رو قسمت سخنرانیش، چون قسمت سخنرانی همونطور که دیدین 10 امتیاز داره ولی قسمت پوسترش 5 امتیاز. این امتیاز هم یک چیز روتین هستش، یعنی هر جایی برین اگر بخوان دسته‌بندی کنن مقالات شما رو طبق همین چارت دسته‌بندی می‌کنن. مقالات ژورنال هم مقالات داخلی داریم، جهان اسلام داریم و بین الملل. و باز هم بهتون تاکید میکنم اینجا هم بین الملل باشه و حتما بین دو دسته اسکوپوس و تامسون باشه، چون این دو دسته شناخته تر هستن نسبت به دسته های جهان اسلام و داخلی و یا هم نشریه های پامپد. خود تامسون ها به دو دسته دارای ایمپکت و بدون ایمپکت تبدیل میشه. خب دوستان عزیز، کسی میدونه ایمپکت چی هست؟ ایمپکت فاکتور.
خودم توضیح میدم فکر چیز. بله حتما این پاورپوینت رو من به صورت فایل ورد تبدیل میکنم و در اختیار شما قرار میدم حالا و یک سری از فایل هایی که حالا نیاز هست واسهتون میفرستم خیالتون از این بابت راحت باشه. نگاه کنید ایمپکت فاکتور یک نمایش میانگین سالیانه است از تعداد ارجاعاتی که به اون مجله و به اون نشریه میخوره. مثلا اگر یک ژورنال 10 تا مقاله در سال داخلش چاپ بشه، حالا خیلی بیشتر چاپ میشه ولی من میگم در و به صورت میانگین اگر به هر کدوم از اون مقالات 2 بار در سال رفرنس بخوره، ایمپکت فاکتور یا ضریب تأثیر اون مجله 2 میشه و یعنی میانگین تقریبا تعداد مقالاتی که ارجاع میدن به مقالات اون ژورنال. و شد 2 تا خیلی مهمه، یعنی مقالات کنفرانسی بخش سخنرانیش خیلی مهمه اگر میخواین انجام بدین و مقالات ژورنالی اونهایی که دارای ایمپکت فاکتور هستن و تو دسته تامسون و اسکوس هستن. خب این هم بهتون بگم، من بهتون پیشنهاد میکنم مقالات سخنرانی رو اگر قرار هست بنویسین به عنوان یک سکوی پرتاب، با دیدگاه یک سکوی پرتاب بهش نگاه کنید. به این صورت که یک مقاله سخنرانی آماده کنین، بنویسین، ریوایز های داورا رو یا سوالایی بخشی جناب مهندس عذر میخوام، خواهش میکنم من درست متوجه مفهوم ایمپکت شما نشدم، جسارتا میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ بله زبان ساده تر. نمود تعداد ارجاع. بله نگاه کنید، اگر حالا ما یک ژورنال داشته باشیم یا یک نشریه و اون نشریه در سال 10 تا مقاله چاپ کنه، خب و هر کدوم از اون مقالات به طور میانگین، یعنی شاید یکیش 10 تا رفرنس بخوره، شاید یکیش 2 تا رفرنس بخوره، شاید یکیش اصلا نخوره داخل یک سال، به تعداد میانگین رفرنس هایی که مقالاتی که چاپ میشه به اون مقالاتی که داخل اون ژورنال چاپ شده اختصاص داده میشه میگن ایمپکت فاکتور. حالا امیدوارم شما فهمیده باشین، خودم نفهمیدم، یه بار دیگه میگم. معیار نمایش میانگین سالانه تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده در آن مجله ایمپکت فاکتور میگه. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. حالا بازم اگر زدین تو اینترنت واضح تر از من میگه 100%. خب اینو داشتم میگفتم، شما میتونید به مقالات سخنرانی به عنوان یک سکوی پرتاب نگاه کنین، به این صورت که یک مقاله سخنرانی ابتدا میایین آماده میکنین، ریوایز های داورا رو میگیرین، اون چارچوب اصلیشو در میارین و بعدش با توجه به اون ریوایز های داورها مقالاتتون رو ارتقا میدین یا گسترش میدین و آماده میکنین برای مقالات بین المللی ژورنال که این خیلی میتونه مفید باشه. یعنی من اکثرا، حالا نمیدونم دقت کردین یا نه، مقالات کنفرانس و مقالات ژورنالی که داشتم موضوعشون تقریبا همدیگه رو ساپورت میکردن و بنده اینطوری استفاده کردم و خوشبختانه همش هم تونستم داخل کیوبان چاپ کنم. خب حالا از این بخش اگر سوالی داشتین تا اینجای کار بپرسین، بنده در خدمت. خب چطور میتونیم تشخیص بدیم ایمپکت فاکتور یک مجله بالاست یا پایینه؟ اینو من حالا هم اینجا بهتون میگم و هم در آینده و در قسمت ژورنال ها بهتون میگم که چطور میتونید تشخیص بدید. یک سایتی هستش به اسم سایت ایمپکت فاکتور. من چون الان فیلتر شکنم روشنه، من الان نمیتونم واسهتون بیارم بالا، ولی ایمپکت فاکتور خب خیلی هم عالی. نگاه کن اکثریت مقالاتی که حالا اینجا میاریم بالا، همین اولی ها یعنی حالا اینا رو هم در آینده توضیح میدم که DOI چی هستش و اینا، فقط الان بهتون میخوام به صورت کلی بگم ضریب تاثیرش رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم. روش های مختلفی هستش، حتی خود صفحات ژورنال هم میارن اینو.
تو این سایت ایمپکت فاکتور ISSN اون ژورنال رو بزنین، تشخیصات بنده رباتم. حالا اینو دوباره بهتون در آخر جلسه وقتی بررسی کردیم بهتون. سوال دیگه ای هستش؟ نگاه کنین، این شدنش قابل شدن هست، ولی همیشه به این صورت باشه که یک قسمتی رو به عنوان ناشناخته در نظر بگیریم برای مقالات ژورنال. مثلا من اگر بخوام یک موضوعی رو چاپ کنم داخل یک مقاله کنفرانس و سپس اونو گسترش بدم برای مقاله ژورنال، میام یک قسمتش رو حذف میکنم. برای مثال اگر من بخوام یک کنترل کننده حالت لغزشی تطبیقی داخل یک مقاله ژورنال چاپ کنم، تو مقاله کنفرانس فقط میام اون حالت لغزشیش رو چاپ میکنم، به این دلیل که حق کپی رایت دارن ژورنال ها و نشریه ها و همایش ها و ما نمیتونیم همزمان از شکل ها و موضوعات یکسان استفاده کنیم و حتما باید شکلامون عوض بشه، موضوعمون عوض بشه. اگر چکیدش انگلیسی هست، اون چکیده هم باید تغییراتی ایجاد بشه. سوالای نگاه کنین، اسکوپوس و تامسون، خب اینا تقریبا میشه گفت یک ریتیه، یک رنجیه برای ضریب تاثیر اون ژورنال ها و اون نشریه ها. و این نمیدونم از سال 1990 بود، 1980 بود، یک دانشمندی اومد اینو پایه‌گذاری کرد که اعتبار اون مقالات رو بسنجه. و پایبند چی هست؟ و گفتم که حالا پایبند اون تعداد رفرنس هایی که میخوره و اون عمل کرد و اون موضوعاتی که ژورنال ها میان چاپ میکنن داخل خودشون، اون مقالاتی که چاپ میکنن، پایبند اون هستش. باشه. خب بریم سراغ قسمت. خب نحوه جستجوی مقالات ژورنال و کنفرانس. نگاه کنین، برای مقالات کنفرانس داخلی ما 2 تا سایت خیلی معروف داریم داخل ایران، سایت سیویلیکا و سایت سید، که این 2 تا تقریبا تمام مقالات کنفرانس داخلی رو ساپورت میکنن و تمام مقالاتی که حالا یعنی معتبر هستن داخل این 2 تا سایت نمایه میشه. که حالا الان واسهتون بذارم بیارم سایت سیویلیکا رو. کاربری باهاش هم خیلی آسونه، چون خب یک نگاه کنید اینجا میتونین موضوع، اگر بر اساس موضوع میخواین سرچ کنین، عنوان و موضوع مقاله رو می‌نویسین، کلمات کلیدی رو میتونین اینجا بنویسین، خلاصه مقاله اگر خواستین یک خلاصه ازش باشه اینجا می‌نویسین، از اساس نویسنده ها میتونین حتی جستجو کنین، دسته‌بندی‌های مختلفی هم داره. میتونین فایل هایی که دارای ورد هستن یا نیستن هم اینجا تشخیص بدین، سالها رو میتونین اینجا معین کنین. نگاه کنین مثلا بر اساس این اگر حالا بخوایم داخلش هم بریم و دانلود کنیم، نگاه اینجا میزنیم و یک هزینه‌ای باید پرداخت بشه برای این مقالات و حالا این هزینه 14,000 تومانه و یک هزینه ناچیزیه تقریبا. خب حالا برای استفاده از سایت سید هم به همین منوال هستش، ولی من به شما تأکید میکنم که از سیویلیکا استفاده کنید، چون سیویلیکا کاربری راحت تری داره. نحوه جستجوی مقالات ژورنال هم به این صورت هستش که از سایت گوگل اسکولار میتونید استفاده کنین، از صفحات شخصی ژورنال ها و یا استفاده از ریسرچ گیت. خب نگاه کنین، اولین چیزی که هستش گوگل محقق یا گوگل اسکولار هستش که اینجا بالا آدرس اینترنتیش هستش
میتونین راحت مثلا همین موضوع فرانکشنال پی آی دی کنترل و نگاه کنید اگر بخواید دو دسته یعنی شامل دو تا کلمات کلیدی باشه یک مثبت بینش بزنین هر دوتاش رو ساپورت میکنه و مهم نیست اینکه کلماتش کجا ابتدا باشه انتها باشه، بر اساس این واسهتون پیدا. وقتی اینو بزنین میاد مقالات رو لیست میکنه براتون. میتونین از این قسمت زمان که مثلا زمان چاپ های مقاله رو معین کنین، مثلا میتونین بزنین از 2019 به بعد یا از 2022 به بعد یا برای هر زمانی اصلا، یا حالا میتونین به ترتیب اعتبار باشه ارتباطش باشه. خب نگاه کنین قشنگ ساپورت میکنه، ولی هرچی ورتر میرین نیستش، مثلا اینجا کلمه نان لینیر نیستش، با این حال داخل خود متنش هستش، داخل متن مقاله یا چکیده مقاله هستش. یا میتونین بر اساس تاریخ باشه، یعنی هرچی تاریخ بروزتر باشه مقاله بیاد اولتر. حالا شامل حقوق ثابت باشه یا شامل نقل قول ها. نقل قول ها همون رفرنس هاست تقریبا که بهتون میگم چی هستش. خب نگاه کنین صفحات شخصی مقالات که بهتون میگم، هر ژورنالی یک صفحه شخصی داره. مثلا IEEE یا کنین این یک صفحه شخصی برای ژورنال هستش. شما هم اینجا هم میتونین مقالاتی که تو این ژورنال چاپ شده رو جستجو کنین و فقط مختص اون ژورنال میاد اکثرا. خب این هم از این موضوع. یک سایتی هم گفتم به اسم حالا گوگل به اسم ریسرچ گیت. ریسرچ گیت یک سایتیه که معروف محققا و ریسرچرهای سراسر دنیا هستش و ریسرچرها میان مقالاتی که تا الان یا کارهای علمی که تا الان کار کردن و در این سایت قرار میدن و شما میتونین حالا با استفاده از این سایت با بقیه محققا ارتباط بگیرید. برای مثال اینجا اولش اینجا رو بگم، اینجا تعداد ریسرچ هایی که شما انجام دادین نشون داده میشه. حالا اینها نویسندگان همکار اینا هستن که میتونید مشاهده کنین. این قسمت کسایی که به مقالات شما سایت دادن یا رفرنس دادن میتونین نگاه کنین. این قسمت نویسندگانی که یعنی اسکیل ها یا ابیلیتی هایی که مشابه شما دارن یا اون تقریبا کلید واژه های مشابه رفرنس شما دارن، اینجا کلید واژه های مشابه با تاپیک های شما دارن اینجا مشخص میشه. نویسندگان همکار شما اینجا مشخص میشه و اون لابراتوری که داخلش قرار دارین هم اینجا میتونین مشاهده کنید. یا هم بعضی موقع ها که میگن که حالا اینجا بعضی نویسندگان رو میتونین فالو کنین، به درد شما میخوره، اینجا هم میتونین این کار رو انجام. خب حالا یک سری شاخص های اینجا هستش. سایتیشن، خب تعداد سایت هایی که به شما خورده، تعداد رفرنس هایی که دیگر نویسندگان به مقالات شما زدن. از دوستان کسی میدونه اچ ایندکس چیه هست؟ بچه‌های تحصیلات تکمیلی لطفاً یکم بیشتر همکاری کنیم. خب اچ ایندکس بذارید. اچ ایندکس یک شاخص بهره‌وری هستش. یعنی نگاه کنین اگر شما 10 تا ریسرچ آیتم داشته باشین، یا حالا من 5 تا دارم برای خودم،
اگر شما 5 تا ریسرچ آیتم داشته باشین و هر مقاله شما به طور میانگین یک رفرنس بخوره از دیگر مقالات، اچ ایندکس شما میشه 1. اگر هر مقاله شما به طور میانگین 2 تا رفرنس بخوره میشه 2. اگر هر مقاله شما به طور میانگین 3 تا رفرنس بخوره میشه 3. یعنی شاخص بهره وری هستش نسبت تعداد رفرنس به تعداد مقاله. اینو میگن اچ ایندکس. حالا H10 ایندکس چی؟ آره، به کیفیت مقاله هم بستگی داره. میتونه حالا به Q1 Q2 Q3 بودنش هم بستگی داره، به اون ژورنالی هم که چاپ میشه بستگی داره. ولی شاخص کلی که برای اچ ایندکس در نظر میگیرن همون تعداد بهره وری و تعداد رفرنس ها به تعداد آیتم های ریسرچ که شما داره. H10 خوبه؟ خب حالا این مورد یعنی چی؟ این یعنی چی؟ دوستان نظری ندارن؟ H10 ایندکس یا 10i H ایندکس تقریبا همون H ایندکسه که یعنی هر مقاله شما به صورت میانگین تعداد مقالاتی که به صورت میانگین 10 بار رفرنس خوردن H10i H ایندکس رو نشون میده. یعنی اگر مثلا یک مقاله شما 10 بار رفرنس خورده باشه H10 ایندکس شما میشه تقریبا 1 و به این میگن حالا ضریب بهره وری حالا ضرب در 10. این از مواردی بود که اینجا گفتم. حالا نحوه دانلود مقالات ژورنال و کنفرانس داخلی. نحوه دانلودش حالا به صورت پولی بودن که بهتون گفتم، یعنی یک خرید قانونی داریم که نشون دادم قیمت یک مقاله مثلا داخل سیویلیکا میانگین حالا همون 14-15 هزار تومانش هستش. حالا نحوه دانلود مقالات ژورنال و کنفرانس خارجی داخل همون سایتش اگر نگاه کنین، اگر روش کلیک کنین، البته 2 نوع مقاله ژورنال داریم، اوپن اکسس و کلوز اکسس. تو اوپن اکسس ها نویسنده یک پولی میده که به این شرط که اون پولی که میده اون مقاله‌ای که داخل اون ژورنال چاپ میشه به صورت رایگان در دسترس دیگران قرار بگیره. چرا این کارو میکنه؟ به این دلیل که وقتی به صورت رایگان در دسترس بقیه نویسندگان قرار میگیره تعداد افراد بیشتری اون مقاله رو میخونن و به تبعش تعداد افراد بیشتری به اون مقاله رفرنس میدن و در نتیجه سطح علمی اون نویسنده و سطح خود اون مقاله به شدت بالا میره. یک موضوعی هستش که حالا تو ایران خیلی بیشتر بهش پرداخته میشه و میگن که مقالات اوپن اکسس تو ایران طرفدار کمتری داره، به این دلیل که چون پول میگیرن و مقاله رو چاپ میکنن. ولی واقعیتش این تو دنیا برعکس هستش، به خاطر اینکه این مقالات به صورت رایگان در دسترس دیگران قرار بگیرن بیشتر حمایت میشه از این دسته از ژورنال ها. یک به اون دلیل که تو این دسته از ژورنال ها ادیتور و داورها موظف هستن که سریعتر
سریعتر مقاله رو بررسی کنن، سریعتر مقالات رو بررسی کنن و آره اینم حالا دوباره بهتون میگم، سریعتر مقالات رو بررسی کنن، بس در نتیجه اون زمان بهره‌وری و زمان چاپ مقاله خیلی سریعتر میشه. اینجا هم حالا گفتیم که به صورت پولی اگر بخواین اینجا بخرین میتونین برین داخل خود اون ژورنال، یک قسمتی هستش، حالا اینجا مثلا پی دی اف رو میزنین، اینجا میرین اضافه میکنین، حالا یه مبلغی به عنوان حالا $4 $5 پرداخت میکنین و اون مقاله به دستتون میرسه. اما روش های دیگه هستش برای دانلود مقالات ژورنال. یکی استفاده از ریسرچ گیته. همونطور که گفتم ریسرچ گیت تقریبا میشه گفت یک صفحه علمی نویسنده ها هستش و اکثرا نویسنده ها میان کارهای علمیشون رو اونجا منتشر میکنن. نگاه کنین، حالا به طور مثال من خودم هر مقاله‌ای که چاپ کردم دسترسیشو برای عموم آزاد کردم، برای اینکه بتونن دسترسی داشته باشن و اونو دانلود کنن و بخونن و بتونن رفرنس بدن به این مقالات من. برای مثال بخواین دانلود کنین فول تکست اویلیبل اگر بود اینجا زده میشه و اینجا حالا بعد از بارگذاری قشنگ نمایش داده میشه. البته چون نشریه های کلوز اکسس دارای حق چاپ هستن و این حق چاپ به نویسنده ها داده نمیشه، شما باید یک نسخه متفاوت از نسخه اصلی بذارین و اینا حق کپی رایت رعایت نمیشه و شما در عمل خلاف کرد. اینجا قشنگ میتونین مقاله رو به راحتی دانلود کنید. البته این نسخه متفاوت از نسخه مقاله اصلی هستش، اینم باید درست. یکی دیگه از روش‌هاش استفاده از سایت سایهاب هستش، به این دلیل که حالا من اینجا قرار هستش که این ویدیوها رو داخل یوتیوب بارگذاری کنم برای استفاده عموم در آینده. من اینجا سایهاب رو نمیارم بالا. حالا فری پیپر هم هستش، نگاه کنیم فری پیپر هم اینجا یک سایت ایرانی هستش و خیلی راحت. نگاه کنین هر مقاله‌ای که چاپ میشه یک DOI یا یک کد ملی یا یک شناسنامه‌ای داره که تا آخر این کد ملی و شناسنامه برای اون مقاله اختصاص پیدا میکنه و شما با استفاده از این DOI و این شناسنامه و این کد ملی مقاله میتونین این مقاله رو دانلود کنین به همین راحتی. اینجا وارد میکنین و حالا برای دریافتش اقدام. البته سایت فری پیپر و ایران پیپر که دو سایت ایرانی برای دانلود مقالات هستن، مقالات رو تا 2021 و نهایتاً بعضی مقالات رو تا 2022 ساپورت میکنن. برای دانلود بعضی از مقالات 2022 میتونید از سایت سایهاب به همین روش، حالا من لینکش رو در دسترس شما قرار میدم، استفاده از سایت سایهاب که یک سایت روسی هستش استفاده کنید و مقالات 2022 رو از اونجا دانلود کنید. منتها برای دانلود مقالات 2023 خیلی از دوستان به مشکل برمیخورن. با این حال خود دانشگاه زنجان، حالا و شاید دانشگاه‌های دیگه‌ای هم که حالا بعضیاشو من کار کردم با دوستان، این کار رو انجام دادن. یک اشتراکی از سایت سمنتاک تهیه کردن و در اختیار دانشجویان قرار دادن که دانشجوها با استفاده از ایمیل دانشگاهی که دارن میتونن به صورت نامحدود و به دو روش مستقیم و غیر مستقیم مقالات رو از اونجا دانلود کنن. روش مستقیمش این هستش که خب سایت سایهاب و به راحتی میگم سایت سمنتاکو اینجا باز میکنین، حالا کلید واژه یا DOI که داره رو اینجا میزنین، اینجا ریکوست فول تکست اویلیبل رو میزنین، ایمیل و پسوردتون اینجا وارد میکنین و سفارش رو میزنین و همین راحتی. یک روش غیر مستقیم هم داره که حالا وقتی اگر شما به نت دانشگاهتون وصل شده باشین از اینجا میزنین و یک سایت گوگل اسکولاری هم اینجا باز میشه. وقتی از اون سایت گوگل اسکولار میرین راحت میتونین مقالات رو دانلود کنین از خود سایت گوگل اسکولار، یعنی این آیتم که اینجا هستش همشون رایگان میشه، یعنی هم گوگل اسکولار عادی میاد وسط.
یک مشکلی هستش برای بچه‌هایی که به اینترنت دانشگاهی دسترسی ندارن. خب اکثر دانشجوهای دکترا و حالا بچه‌های ارشد وقتی ترم 3 شون تموم میشه دیگه نمیان دانشگاه، ولی دانشگاه زنجان اومده یک VPNی در اختیار دانشجویان قرار داده که با استفاده از اون VPN و استفاده از همون یوزر و پسوردی که خود دانشگاه به شما اختصاص داده میتونین به صورت مستقیم به اون ایمیل دانشگاهیتون، به اون اینترنت دانشگاهیتون وصل بشین. وایسین واسهتون اینجا تقریبا همچین مدلی هستش. اینو من واسهتون داخل گروه میذارم الان، باز نکنم که اینترنت هم از دست بره. اینجا من داخل اون کانال به واسهتون به اشتراک میذارم و اگر نیاز شد یک آموزشی هم میدم طریق استفاده ازش رو. حالا نمیدونم شاید بقیه دانشگاه هم داشته باشه، ولی خب این مختص دانشگاه زنجان هستش. خب تا اینجا سوالی هستش دوستان؟ از این بالا بیارم. آره دیو آی کپی میکنیم تو ایران پیپر یا حالا فری پیپر یا سای هاب. البته سای هاب موضوع هم وقتی کپی پیست کنیم خودش بالا میاره و این مشکلی نداره. اینجا حق کپی رایت رعایت نمیشه متاسفانه. بله متاسفانه نه حق کپی رایت رعایت میشه و نه خیلی از حقهای دیگه‌ای که باید به ایرانی‌ها داده شه و متاسفانه تنها راه و روش ما همین هستش که دانلود کنیم و امیدوارم که حالا خدا ببخشه. یعنی به باور شما ژورنال های اوپن اکسس داوریشان با همان سختی داوری مقالاتی مانند ترانزکشن هست. نگاه کنین خب ترانزکشن ها تو برق به خصوص یک ژورنال فوق تخصصی هستش. یعنی ترانزکشن با ایمپکت فاکتور 4 برابری میکنه با الزویر با ایمپکت فاکتور 9. به نظر من داوری‌هاشون که من اونطوری که دیدم واقعا در همین سطح هستش و وقتی یه نفر یک ترانزکشن با ایمپکت فاکتور 4 به چاپ میرسونه یعنی تو اون هیته خیلی تخصص داره، چون همه داوراش تخصصی هستن و همه بدون استثناء از برترین های اون رشته است. خب داوری ترانزکشن 100% نمیتونه یعنی داوری اوپن اکسس ها 100% نمیتونه به پای ترانزکشن ها برسه، ولی خب اوپن اکسس ها هم اون خاصیت خودشونو دارن. یعنی یک ژورنال اوپن اکسس IEEE به نظرم برابری میتونه کنه با یک ژورنال کلوز اکسس وایلی داخل این ژورنال ها. به نظرم آره گاهی اوقات اوپن اکسس ها هم سختیشون به همون درصد هستش. برای این مثال من خودم یک IEEE ترانزکشن چاپ کردم که حالا اکسپت رو گرفته ولی هنوز چاپ نشده. واقعیتش سختی چاپ کردنش به همون اندازه IEEE اکسس بود که قبلا چاپ کردم، چرا که IEEE اکسس ها هم جدیداً راحت نمیگیرن، به خصوص اونهایی که ایمپکت فاکتورش بالا هستش. الان ایمپکت فاکتور فکر کنم IEEE اکسس دوربر 4 هستش و من دوستانی داشتم که گفتن ساده است و خودشون هم حتی نتونستن مقاله چاپ کنن و من یادم میاد اولین مقاله‌ای که برای ژورنال IEEE اکسس فرستادم 4 بار داوری رفت و 4 بار ریوایز خورد و بله سخت هستش. یک سری ها که دانلود نمیشه دلیلش اینه که دسترسی عمومی نداره. نگاه کنین یک سری هایی که دانلود نمیشه اون مشکل از خود سایت ایران پیپر و فری پیپر هستن، برای اینکه سرورهاش اونو خریداری و رمز شکنی نکردن. برای همین میتونیم از ایران داک استفاده کنیم، از سمنتاک استفاده کنیم یا از سایت سای هاب. آره البته جدا از بحث اون اوپن اکسس و کلوز اکسس ها. بله روش های زیادی هستش. خود همین سای هاب هم یک تقریبا یک سایت سای هاب هم یک کانال ربات تلگرامی داره که مقالات 2023 رو میشه دانلود کرد. ولی ممنون از لطفتون که گفتین.
نگاه کنید من خودم هم فارغ التحصیل شدم، ولی از آیدی دوستام و کانکشن هایی که دارم داخل دانشگاه زنجان استفاده میکنم گاهی اوقات، ولی هنوز ایمیلم کار میکنه و با ایمیلم به صورت غیر مستقیم هنوز میتونم ثبت سفارش کنم مقالاتو و به این مشکل بر نمیخورم. آره، وقتی از سایت سمنتاک استفاده کنیم مقالاتی هم که هزینه داره میتونیم به راحتی دانلود کنیم. البته خب سایت سمنتاک فقط برای دانلود مقاله به صورت رایگان نیستش و ما میتونیم حالا مشاهبت یابی یا بررسی گرامری یا حتی درخواست کتاب هم انجام بدیم. خواهش. خب اگر مورد دیگه ای نیستش برم بخش بعدی. خب نحوه پیدا کردن کنفرانس های داخلی. نگاه کنید کنفرانس های داخلی رو میتونین از این سایتی که حالا واسهتون لینکش رو داخل گروه قرار میدم پیدا کنین و تقریبا تمام کنفرانس ها و همایش هایی که داخل ایران برگزار میشه اینجا میتونین پیدا کنین. بر اساس ترتیب سال هم میتونین اینجا کار کنین. برای مثال حالا برای مهندسی عمران اینجا میتونین نگاه کنید. وقتی اینجا حالا اسم اون چیز رو پیدا کردین اینجا سرچ کنین داخل اینترنت و حالا اینجا کلیک کنین و بیارین بالا. کاری نداره، زیاد اذیت کننده نیست. یا مهندسی برق اینا میتونین به صفحات شخصیش رجوع کنین. اینجا هم میتونین به صورت اختصاصی حالا کلید واژه بزنین و سرچ کنین. برای مکانیک هم دقیقا همینطوره، حالا چون کنترل بین رشته‌ای هستش. خب این نحوه پیدا کردن کنفرانس های داخلی بود. اما چطوری این کنفرانس ها رو ما بیایم اعتبار سنجی کنیم؟ اولین موردی که هستش، به برگزار کننده اون کنفرانس باید به شدت دقت کنید، چرا که اعتبار یک همایش به برگزار کننده اونه. بعدیش اینه که به آرهای مقابل در بنر کنفرانس دقت کنیم. این ISC یعنی، حالا بذاریم ببینم ISC کسی میدونه یعنی چی؟ آفرین، دقیقا. یعنی اگر مقاله، ممنون از جناب مهندس گلچین عزیز، یعنی اگر مقاله ISC نباشه به هیچ عنوان به نظرم اصلا مقالتون اونجا نفرستین، حیف میشه. یعنی اون مقاله سخنرانیتون حیف میشه اگر ISC نباشه. و یکی از موارد دیگه همین IEEE هست یا انجمن برق آمریکا، مهندسان برق آمریکا. این هم خیلی مهم هستش چون بسیاری از مبناهای قانونگذاری داخل برق، صنعت برق بر اساس این حوزه مهندسی تعیین میشه و حتما باید اگر این دوتا باشن یعنی کنفرانس به شدت اعتبار داره. و سالانه فکر کنم یک دوره، یعنی فکر کنم همایش سالانه برق ملی برق ایران فقط یک بار برگزار میشه و هر دوتا اینا ساپورت میشن. همچنین مورد دیگه ای هم هستش، تعداد سالهای برگزاری حتما دقت کنید. یعنی هرچی کنفرانس و همایش بیشتر سالهای برگزاریش باشه، اون کنفرانس و همایش از اعتبار بیشتری برخوردار هستش. یک مورد دیگه هم هستش، از استادای خودتون کمک بگیرید. حتما کمک بگیرید. من یادم میاد یک مقاله کنفرانس سخنرانی میخواستم چاپ کنم و یکی از اساتیدم گفت اینو برای اون همایش دانشگاه آزاد اصفهان بود فکر کنم، برای اون همایش نفرست. متاسفانه من گوش نکردم و پافشاری کردم
و واقعیتش خیلی اذیت شدم. یعنی نمیدونم چرا دانشجوهای دانشگاه آزاد با دانشجوهای دانشگاه دولتی یکم کانتکت دارن و اصلا همدیگه رو ساپورت نمیکنن و خیلی اذیت شدم. یعنی من شاید برای یک مقاله ژورنال اونقدر ریوایز پاسخ نمیدادم و نمیدونم شاید دانشجوها اون ریوایز ها رو میدادن. حالا در ادامه میارم برخی از اون ریوایز ها رو. واقعیتش خیلی ریوایز هاش عجیب غریب بود و میخواستم مثلا میگن آره ما از شما برتریم، در صورتی که تو علم اصلا برتری معنایی نداره. خب بیاین چند تا از این پوسترهایی که گفتم رو بررسی کنیم برای اعتبار سنجی. نگاه کنین دانشگاه هایی که اینجا 32مین همایش سالانه بین‌المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران. یکی از آرمایی که داخل مکانیک من بررسی کردم و مهم هستش همین آرمه که منظور از این آرم حالا حمایت کنندهش اون رینویبل انرژی ها هستن، اون سازمان رینویبل انرژی. دوباره دانشگاه هایی که اینو ساپورت میکنن این همایش رو، عکس دانشگاه هاش اینجا اومده و تقریبا میشه گفت این یک همایش معتبر هستش. خب یک پوستر دیگه ای هم ما بیایم اینجا بررسی کنیم. منتها معتبر هستش ولی جزء ISC نیستش، پس اگر نفرستین اینجا به نظرم خیلی بهتر هستش. خب ISC اونجا هم آوردم من. تو صفحه بعدی دو مورد دیگر رو بررسی کنیم. خب دو مورد پوستر همایش. خب این یک پوستر برای حالا مکانیک و مکاترونیک و برق هستش. نگاه کنین ISC ازش حمایت میکنه و داخل سیویلیکا هم نمایه میشه و برگزار کنندش مؤسسه آموزشی عالی ادیبان هستش و خب وزارت علوم هم اینو پشتیبانی میکنه. 8 دوره تا الان برگزار شده، یک اعتبار خاصیه برای خودش. یا یک مورد دیگه هم بررسی کنیم. این هم یک پوستر دیگه ای هستش. 9 دوره برگزار شده. موضوعات مربوط با این همایش اینها هستن. برای مهندسی مکانیک جدا، برای مهندسی برق جدا، برای مهندسی مؤسسات و دانشگاه هایی که این همایش رو حمایت میکنن. خب سیویلیکا نمایه میشه، دانشگاه عدالت و پژوهشگاه علوم انسانی اینا همه این همایش رو ساپورت میکنن. به علاوه این که دو تا از اون مؤسسات مهمی که اینجا این داره این همایش رو ساپورت میکنن، مرکز بین‌المللی همایش‌ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامه. دقت کنین که این با اون ISC متفاوته و گاهی اوقات گول همچین همایش‌هایی رو نخورین. واقعیتش یک جای من دیدم آرم IEEE رو زده بود و خواستم برای اونجا بفرستم. بعدش رفتم داخل نظرات خوندم که دیدم اون شاخص یا اون شاخه IEEE دانشگاه خود مثلا اون مؤسسه اون مقاله رو ساپورت میکنه، اون کنفرانس رو ساپورت میکنه و خود IEEE اصلی اون رو ساپورت نمیکنه. پس حواستون باشه اینجا گولش رو نخورین گاهی اوقات. خب اینجا آره بررسی کنیم، بیشتر بررسی کنیم. این دفعه نگاه کنین 2 تا نمونه آوردم براتون کنفرانس ها. خب خیلی از موارد رو باید اینجا بررسی کنیم. خب معرفی همایش و پوستر همایش رو که اینجا بررسی کردیم و یکی از مهمترین چیزهایی که هستش هزینه های ثبت نامه. خب هزینه های ثبت نام نگاه کنین اینجا زده. این هزینه‌های ثبت نام
بسته به دانشجو بودن یا نبودن شما، عضو هیئت علمی بودن یا نبودن شما میتونه متغیر باشه. اکثریت کنفرانس هایی که برگزار میشن داخل ایران برای افرادی که دانشجو هستن یک تخفیفی در نظر میگیرن و حالا اگر تعداد مقالات شما بیشتر باشه اون تخفیف هم میتونه بیشتر باشه، ولی برای حداکثر هزینه هم برای اعضای هیئت علمیه. یعنی اگر عضو هیئت علمی باشین هزینه داوری اون مقاله و چاپ اون مقاله برای شما خیلی بیشتر. خب برای این یکی هم دقیقا همینه، میتونین هزینه های ثبت نام از اینجا ببینید. یک راهنمای نگارش داره. نگاه کنین هر کنفرانسی که برگزار میشه یک راهنمای نگارش داره و اگر شما به اون قالب کنفرانس در نیارین مقالتونو، به هیچ عنوان اونجا داوری نمیشه و باید حتما به اون قالب کنفرانس در بیارین. و خب اینجا هم میشه نگاه کرد دیگه، یعنی هر همایشی که برگزار میشه بدون استثنا همچین کاری داره. خب برای ارسال مقاله هم که قالب وردشون نیست، ثبت نامش هم که ثبت نام کاربران قشنگ، حالا شما رو موبایلتون رو میزنید، کد امنیتیتون رو میزنید، اینا میرین جلو یه کدی واسهتون ارسال میشه، اینا رو تایید میکنین. چون حالا سایت فارسیه زیاد اذیت کننده نیستش. خب قالب بندی هم که بهتون گفتم. اگر تا اینجا سوال ندارین برم موضوع بعد. نگاه کنین اگر متن و مضمون مقاله رو آماده کردین و استاد ندارین، نمیدونم مقطع شما چی هستش آقای صالحی؟ کارشناسی ارشد. کارشناسی ارشد اگر یک استاد باشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و اگر نه حداقل باید یک دانشجوی دکترا با شما باشه. حالا نمیدونم آیا دارین همچین کانکشن یا ارتباطی و لطفاً بفرمایید رشته‌تون چی هست. برای قدرت دانشگاه کدوم دانشگاه هستین؟ نگاه کنین من به شما تاکید میکنم دنبال یک استاد بگردین، حالا یا استاد دانشگاه خودتونم شد چه بهتر. بروی چشم حتما اون اسلاید رو میارم ولی اول پاسخه. نگاه کنین سعی کنین دنبال یک استاد خوب بگردین. حالا که شما تکمیل کردین و تمام زحمتاشو کشیدین، سعی کنین دنبال یک استاد مطرح تو رشته خودتون بگردین. من بهتون پیشنهاد میکنم با دانشجوهای اگر بخوایم با اساتید دانشگاه زنجان همکاری کنین، دکتر نوروزیان یک ایمیل به ایشون بزنین، کارتون رو بفرستین ببینین ایشون تایید میکنن یا نه، یا حتی اگر خود اهواز هم هستین سعی کنین برای شاخص‌ترین استادتون بنویسین و بفرستین. چرا که اسم استاد خیلی خیلی تاثیرگذاره داخل اون مقاله‌ای که چاپ میکنین. اولندش که حالا میان موضوع رو نگاه میکنن، بعدش مهمترین چیزی که نگاه میکنن اسم نفرات هستش. خب به طب وقتی یک نفر با دکتر صالح مبین یا دکتر جلیلوند که شخص‌های مطرحی هستن داخل کنترل میان و مقاله چاپ میکنن، داوری اون مقاله خیلی ساده تر گرفته میشه تا وقتی یک فرد ناشناسی میخواد بیاد اون مقاله رو چاپ کنه. شاید در دیدگاه اول بگن آره تأثیری نداره، ولی من بهتون میگم 100% تأثیر داره و قشنگ میتونه 1 یا 2 پله اون اعتبار مقاله شما رو ببره بالا، به خصوص که ویوهای بیشتری میخوره در آینده. و حالا در آینده فکر کنم اگر شما میخواین، بهتون پیشنهاد میکنم اگر قصد ادامه تحصیل تو خارج رو دارین، سعی کنین با یک استاد خارجی داخل همین ریسرچ گیت ارتباط بگیرین و اسم اونو بیارین که یک
سکوی پرتابی هم براتون بشه. اگر هم میخواین داخل ایران بخونین، سعی کنین از همون دانشگاه هدفی که برای دکترا در نظر گرفتین این کارو کنین. 100% اعتبار مقالتون بیشتر میشه. خب اعتبار مقاله به تعداد افرادی، به اسامی افرادی هستش که داخل اون مقاله هستن. نگاه کنین، دکتر سالم مبین به من گفتن که داخل اون کنفرانس نفرست، ولی من تو اون مقطع به شدت دنبال یک امتیازی بودم برای گرفتن اون طرح سرباز نخبگی و واقعا واسم اون امتیازه خیلی مهم بود و در ادامه دکتر مبین هم نگفتن به من، دکتر جلیل من گفتن که نفرست اونجا و ایشون گفتن مشکلی نیست ولی هر چی شد پای خودت. و من حالا فرستادم و با توجه به اون سختی هایی که داشت، در آخر با توجه به اون کامنت هایی که برای پاسخ دادم تونستم قانعشون کنم که این کار یک کار درست هست و هیچ موردی نداره، که بعدش هم از همون مقاله کنفرانس تونستم یک مقاله کیوبان بدم و خیلی هم عالی بود و آره تونستم چاپ کنم. یعنی 2 امتیاز گرفتم تقریبا، به جای 5 امتیاز یا 5 امتیاز من تونستم 55 امتیاز بگیرم و خیلی کمک کرد برای رسیدن به اون چیز. رشته خودتون چیه؟ من ابتدا گفتم که رشتم کنترل هستش، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گرایش کنترل، رشته برق هست. اینطوری باید بهتون بگم که من اولین مقاله خودمو از یادم میاد تو اولین تابستونه که بودش، تو اون گپی که داشتیم تو تابستون ارائه دادم و از سمینارم بود. و حالا چطوری به اون موضوع رسیده بودم؟ من واقعیتش داخل یکی از کورس های دانشگاه که فکر کنم کنترل تطبیقی بود، یکی از دوستان تحصیلات تکمیلی که دکترا هم بود، دانشجوی دکترا بود، اون موضوع رو ارائه کرد. من واقعیتش خیلی از اون موضوع خوشم اومد. یک کنترل کننده مرتبه کسری بود و حالا چون تو دوره کرونا بود نمیتونم به صورت حضوری برم و ازشون یاد بگیرم، ولی انقدر بهشون پیام دادم آخرش گفت بیا تمام فایل‌ها برای تو و تقریبا 2 الی 3 جلسه گذاشتیم و اون همه مطالب رو به من یاد دادم و من واقعیتش تا آخر زندگی علمی مدیون ایشون هستم و اسمشون هم حالا میارم، دکتر صوفی. و برای جبرانش دقیقاً حالا جبران که نه، ایشون لطف بسیار زیادی کرده و نمیشه با این کارا جبران کرد. این مقاله رو داخل ژورنال وقتی چاپ کردیم اسم ایشون هم اومد، یعنی با توجه به اون کمک هایی که کردن. البته باید بگم خودم ارتقاهایی هم دادم داخل اون و قشنگ حق کپی رایت هم رعایت کردن. و آره میتونین از اون حالا کورس هایی که دارین ایده بگیرین یا از اون سمیناری که می‌نویسین داخل کارشناسی ارشد یا حالا هر چیزی، به نظرم راحت میتونین ایده بگیرین. حالا وقتی اولین مقاله رو بنویسین ایده ها خودش پشت سر هم میاد. خب اگر دانش فرق باشم و با روند مقاله نویسی خب اینه که جواب دادم. خب اینها هم که جواب. خب بیارم اینجا، من هم اینو بیارم، مهندسی. خب اینها بودن و حالا پاسخ به داورها. نگاه کنین روند پاسخ دادن به کامنت های داورها داخل مقالات کنفرانس و سخنرانی به شدت آسونه، یعنی یک چیز فرمالیته است، باید آماده کنین و بفرستین. واسهتون الان میارم. مقاله پاسخ به داور. نگاه کنیم پاسخ به داورها باید شامل 3 تا پایی باشه.
یک فایلی که کامنت های داورها رو می‌نویسین و پاسخ خودتون رو بهشون میدین. این فایل حالا به صورت فرمالیته یک به نام خدایی باید اولش باشه، یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم به اون قسمت، اسم خودتون و با اون کد مقاله‌ای که بهتون میدن بیارین، دلیل این ایمیلتون رو ذکر کنین، ریوایز ها رو دونه دونه بیارین. خب مثلا ریوایز اول این با یک تشکر پاسختون رو شروع میکنین، مثلا خیلی ممنون از نظر شما، خیلی ممنون از کامنت شما و اینا، و توضیحاتتون رو میارین. این یک چیز روتین و عادی هستش. مورد بعدی که فایلی بعدی که باید بفرستین، یک فایلی هستش که هایلایت باید داشته باشه. این هایلایت ها به این منظور هستش که اون کامنت هایی که شما اعمال کردین داخل مقاله کجا قرار گرفته و به چه صورت هستش، و اینو برای ادیتور و داورها باید مشخص کنین که چه چیزهایی اضافه شده و یا چه چیزهایی که تغییر پیدا کرده. اینها رو حالا با هایلایت زرد مشخص میکنین و یک فایل بدون هایلایت واسه شون ارسال میکنین به این صورت. خب اینم روندش. یکی از دوستان گفته بود، یه جای دیگه سوال پرسیدن که روند کاهش هزینه داخل مقالات کنفرانس چطوریه. گفتم که یه روشش اینه که شما دانشجو باشین. وقتی دانشجو باشین هزینه کاهش پیدا میکنه و یک تخفیف دانشجویی میخوره و گاهی اوقات اساتید البته این رو بعد از چاپ مقاله تخصیص میدن. یک گرانتی دارن اساتید که این گرانت بر اساس تعداد چاپ مقالاتی که صورت میگیره با اسم اون استاد برای هیئت علمیه واریز میشه و هیئت علمیه اکثرا اونو در اختیار دانشجویانی که مقاله چاپ میکنن قرار میده. پس اگر یک مقاله‌ای چاپ کنین، در نهایت اون استادتون هزینه چاپ اون مقاله رو به شما میده و خودتون باید پیگیر باشین. و تنها راهاش همین دوتا هستن. خب انتخاب موضوع مقاله به نظر میدانی باشه، یعنی نزدیکترین چیز به تخصص ما باشه. نگاه کنین، آره به نظرم این بهترین موضوع هستش که تخصص خودتون انتخاب، یعنی تخصصتون رو تخصیص بدین به اون موضوعات مقاله‌ای که یکی از بدترین چیزهایی هست این هستش که اون موضوع مقاله به تخصص شما ربطی نداشته باشه و شما به شدت اذیت بشین و در آخر هیچ ثمری هم برای شما نداره. حالا نمیدونم، پارسال بود فکر کنم، یکی از هیئت علمیه ها اومده بود و نمیدونست اصلا چه مقاله‌ای داده. به نظرم موضوعات مقاله هر چقدر مرتبط تر باشه به نفع شماست. اگر حالا داخل فیلد خودم ببینین، اکثرا کنترل کننده‌ای که استفاده کردم، یعنی همه کنترل کننده‌ای که استفاده کردم کنترل کننده حالت لغزشی بوده و چون تخصص من کنترل کننده حالت لغزشی هستش و اگر در آینده سوالی به منظور به چالش کشیدن من از مقالاتم بپرسن از من، واقعیتش خیلی راحت میتونم پاسخ بدم و این چون تخصص منه. ولی وقتی یک مقاله‌ای کار میکنی که تو حوزه تخصصی شما نیستش و موضوعش به شما ربطی نداره، خیلی اذیت میشین. واقعیتش خیلی اذیت میشین، چه تو چاپ مقاله، چه اون ریوایز هایی که به دستتون میرسه و اذیت میشین که اونها رو پاسخ بدین و چه در نهایت اون چاپ میرسه و در نهایت اون جایی که میخواین برین و ازتون سوال میشه، مثلا تو دکترا اگر بخواین برین یک مصاحبه ای دارین، میگه آره خب موضوع شما اینه ولی شما رشته‌تون اینه، چه فرقی میکنه اصلا، چرا همچین موضوعی انتخاب کردین؟ پس هرچی موضوع به اون رشته و تخصصتون نزدیکتر باشه بهتر هستش. خب نکات مهم و کلیدی به جهت ارتقای مقالات کنفرانس: بروز بودن و کاربردی بودن موضوع خیلی مهمه. یعنی اولین چیزی که به چشم ادیتورها و داورها میاد این که آیا موضوع بروز هست یا کاربردی هست یا خیر. برای مثال اگر شما یک PID کنترل کننده یا یک میکروگرید کار کرده باشین و بیاین تو موضوع فقط بزنین مثلا معادلات دینامیکی یک میکروگرید یا کنترل یک میکروگرید بر اساس PID کنترل، هزار تا موضوع برای این مشابه میاد بالا. پس نشون میده یک
موضوع بروزی نیست و حالا شما میتونین این موضوع ها رو هی تغییر بدین و با بازی کردن به این موضوع شاخص و کلی برسین. برای مثال من وقتی میخواستم اون مقاله مربوط به پایان نامه‌مو چاپ کنم، دیدم کنترل سکوهای پای کششی خیلی زیاد هستش. من به جای کنترل اومدم گفتم پایدارسازی. همین یک تغییر خیلی کمک کرد که موضوع مقالم به شدت بروز بشه و قابل قبول تر باشه برای اون ادیتور. ساختار عالی کلی و هر بخش. نگاه کنین گفتم که یک چارچوب و ساختاری به شما میده، اون سخنرانی، اون همایش. شما باید مقاله رو بر اساس اون چارچوب در بیارین و هر چقدر به اون چارچوب نزدیکتر باشه و اون چارچوب رو رعایت کرده باشین، اون مقاله ظاهر قشنگی داره و ادیتور دیگه نیازی نیست اون مقاله رو دستکاری کنه. پس شانس چاپ شما هم خیلی بیشتر میشه. پس اینو باید حتما رعایت کنین. پیوسته بودن مطالب. خب یک مثال من بیارم از پیوسته بودن مطالب. نگاه کنین این پیوسته بودن مطالب، اگر کنترل حالت لغزشی مبتنی بر تابع پیوسته برای سیستم‌های آشوبناک با حضور عدم قطعیت‌های مدل و شاشات خارجی باشه، اولین کاری که ما میکنیم، خب ما داریم یک کنترل کننده برای سیستم‌های آشوبناک طراحی میکنیم. خب اولین کاری که میکنیم باید بیایم اصلا بگیم آشوبناک بودن یک سیستم یعنی چی. دوباره بیایم کنترل کننده هایی که برای آشوبناک کنترل پدیده های آشوبناک یا رفتار آشوبناک در سیستم های آشوبناک انجام شده چطوری بوده و چه چیزهایی بوده. یک بیوگرافی یا یک هیستوری از اون کنترل کننده هایی که تا الان کار شده رو بگیم. بعدش بیایم بگیم خب این کنترل کننده ها این نقاط قوت و مزایا رو داشتن و منتها همه این مزایا یک معایب هم بینشون میشه پیدا کرد. یعنی شاید مثلا اگر کنترل کننده حالت لغزشی باشه، پدیده چترینگ توش به وجود میاد و زمان نامحدود هست، یعنی زمان محدود بودنش نمیشه اثبات کرد و شاید مثلا خیلی دیر به پایداری برسه. میایم راهکارهایی برای برطرف کردن این مشکلات میدیم و در نهایت حالا میایم اون راهکارهایی که دادیم و دسته‌بندی میکنیم به صورت نکات برجسته کار خودمون و اون راهکارهایی که حالا کار خودمون داریم. این چارچوب یک چارچوب کلیه و تو همه رشته ها میتونین در نظر بگیرینش و آخرین پارت و آخرین پاراگراف از هر مقاله باید ساختار بقیه مقاله رو توضیح بدید. این خیلی مهم هستش که آره تو این آخرین قسمت مقدمه ما باید بیایم بگیم مثلا تو معرفی سیستم داریم چیکار میکنیم، تو طراحی و تحلیل کنترل کننده باید چیکار رو انجام بدیم، بخش 4مون چه چیزی تخصیص میگیره و اینها. این رو حتما باید در نظر بگیرین و اکثر مقالات حالا تو مهندسی برق اینطوری هستش که یک چکیده شروع میشه، با یک مقدمه ادامه پیدا میکنه، بعدش یک سیستمی باید معرفی بشه و بعدش یک کنترل کننده‌ای برای اون سیستم طراحی میشه و در نهایت شبیه سازی ها باید ارائه بشه و آخرین بخشی که میاد بخش نتیجه گیری هستش و بعدش اون مراجعی که تخصیص پیدا میکنه برای حالا اون مقاله. استفاده از منابع جدید. نگاه کنین هر مقاله باید یک سری منابع جدید هم استفاده بشه در کنار اون منابعی که بنیادی هستن. یعنی بعضی از منابع واقعا بنیادی هستن، مثلا رفتار آشوبناک سال 1990 توسط یک دانشمند کشف شد و خب این یک چیز بنیادیه، ما حتما باید به اون مقاله رفرنس بدیم. ولی حتما در کنار این رفرنس های بنیادی ما باید از یک رفرنس های جدیدی هم استفاده کنیم. مثلا اگر 30 تا رفرنس دارین حداقل 10 تاش باید برای 2022 یا 2021 باشه، چون این رفرنس ها بروز بودن کار شما رو نشون میده و این خیلی مهم هستش. اینو باید حتما در نظر بگیریم، چون اکثر کامنت هایی که مقالات میخورن برای همین موضوع هستش که رفرنس هاشون بروز نیست. وقتی شما از یک رفرنس بروز استفاده نکنین نشون میده کار شما هم بروز نیست، چون بر پایه کارهای جدید نیست و فقط از کارهای قدیمی میشه گفت مایه گرفتیم. نوشتن چکیده و نتیجه گیری. نگاه کنید بعد از اینکه موضوع رو انتخاب میکنین
چکیده مهمترین چیز هستش که ادیتور یا داورها میان میخونن. یعنی بهتون اینطوری بگم، اگر موضوع اوکی باشه داور و ادیتور میاد چکیده رو میکنه. اگر تو چکیده کم کاری کرده باشین مقالتون بدون چونه چرا رد میشه. چکیده باید شامل چه چیزایی باشه؟ اولین جمله یه چیز روتینه. اولین جمله میاد میگه ما آره این کارو کردیم و این کار، یعنی تقریبا میایین میگین عنوانتون رو یه بار دیگه بازنویسیم. حالا دلیل این که این کارو کردین رو تو چکیده میایین میگین، مثلا از اینجایی که کنترل کننده حالت لغزشی علامت ناپیوسته داره و پدیده چترینگ داره، حالا نوآوری‌های کارتون که نگاه کن نوآوری‌های کار رو 3 بار 4 بار شما در سطح مقاله تکرار باید کنین. یعنی اون کارهایی که کردین 3 بار 4 بار، یه بار داخل عنوان باید نشون بدین، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم و خلاصه، یک بار داخل چکیده یک بار باز میکنین و نوآوریاتون رو میگین و در آخر ابزار که استفاده میکنین داخل اون مقاله، داخل حالا رشته‌های انسانی و صنایع، مثلا با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و اینا هستش. داخل رشته‌های برق و مهندسی اکثرا نرم افزارهای تخصصی مثل حالا سالید ورک و مطلب و اینا میان اینجا توضیح میدین که آره با یک تو محیط مطلب سیمولینگ ما اینو به چالش کشیدیم و با کنترل کننده های رایج دیگه هم مقایسه کردیم. چکیده پس خیلی مهمه. حالا چطوری نتیجه گیری رو بنویسیم؟ نتیجه گیری تقریبا میشه گفت همون چکیده است، فقط به زمان حال نمیدونم بعیده چیه. یعنی میایم میگیم اینجا دیگه اثبات شد، اینجا میگین اثبات میخوایم کنیم، اینجا میگین اثبات شد این کارها با استفاده از نتایجی که تو شبیه سازی و مدل سازی به دست آوردیم این کارها اثبات شد و تقریبا فقط همون جمله بندیش رو تغییر میدیم. این از این. و حالا ارائه چند پیشنهاد برای کارهای آینده در انتهای نتیجه گیری. نگاه کنید پیشنهاد برای کارهای آینده خیلی مهمه تو قسمت نتیجه گیری، برای اینکه نشون میده آره کار شما یه کار پیوسته هست و یه کار ادامه دار هستش و اکثر داورها و ادیتورها این جمله آخر رو خیلی خوششون میاد و اینو خیلی تاکید میکنن که حتما بهشون بگید و به نظرم باید هم استفاده از نمودار، بلوک دیاگرام، جداول و شکل‌ها تا حد امکان. نگاه کنید یکی از نکات برجسته مقالات این هستش که از بلوک دیاگرام، جدول، نمودار برای خلاصه تر کردن کارتون استفاده کنیم. مثلا من الان اومدم این کنترل کننده رو طراحی کردم، خب اوکی یه بعضی از داورا نمیاد اینو از اول تا آخر بخونن و بررسی کنن و اگر هم بررسی کنن چه بسا مثلا مشکلاتی هم پیدا کنن، ولی خب شما برای اینکه بهونه دستشون ندین یک خلاصه ای از اون کارتون رو به صورت نمودار بلوکی میایین اینجا نمایش میدین و این یکی از مزایای کارتون باشه که یک خلاصه گرافیکی هم از کارتون داشته باشه. یا حالا این نمودارهایی که اینجا میبینید، حالا این چون مقاله کنفرانس بود زیاد وقت نگذاشتم من، ولی اگر بتونین اینجا یک جدولی هم برای مقایسه بیاریم و بگیم مثلا حالا این کار در مقایسه با یک کار دیگه ای، اینو تو مقالات ژورنال من خیلی بیشتر بهتون توضیح میدم که چرا کارو باید انجام بدین، بیاین بگین آره اینطوری باشه اونطوری باشه بهتر هستش. یا یک جدول کیفی هم میتونه باشه، مثلا آیا چترینگ دارد یا نه، همچین چیزهایی. اینها خیلی مهم هستش، باید در نظر بگیرین. حالا تو مقالات کنفرانس خیلی کمتر. و معادلات دینامیکی دوستان گفتن خب هر رشته متفاوت میتونه باشه، مثلا تو رشته آمار یا مهندسی اگر باشه میتونین پرسشنامه رو به صورت جدولوار بیارین، یا تو مطالب کنترل میتونین حالا چتر داشتن یا نداشتن، زمان محدود بودن یا نبودن، نقطه رسیدن به پایداری اوورشوت داشتن یا آندرشوت داشتن، اینها رو بیارین مقایسه کنین. خب معادلات دینامیکی خب بر اساس ریاضی هستش و باید 100% معادلات دینامیکی استخراج بشه برای هر رابطه. خب اینجا هم گفتم خودکار کردن روابط و شکل‌ها و جدول‌ها. نگاه کنید خودکار کردن رابطه و شکل‌ها و جدول‌ها نشون نمیده داخل واقعیتش
داخل این PDF، ولی به کار شما خیلی جلا میده، یعنی کار شما رو خیلی سبک میکنه. برای مثال الان نگاه کنید، من داخل این کار 21 رفرنس آوردم و داورها یک ریوایزی به من دادن که من باید یک رفرنسی به حالا 1 یا 2 در جایگاه رفرنس 1 یا 2 هم اضافه کنم. وقتی با استفاده از یک نرم افزاری من این کار رو انجام داده باشم، وقتی این 2 رو میزنم به صورت اتوماتیک بقیه رفرنس ها خودشون تغییر پیدا میکنن و این خیلی کمک میکنه به شما. حالا به صورت جداگونه من میام توضیح میدم که چطوری باید این رفرنس ها رو خودکار کرد. یا همینطور معادلات دینامیکی که ما میاریم باید روابطش به صورت خودکار باشه، چرا که حالا بعد هم میگم که بر اساس اون ریوایزی که داور میده وقتی ما خواستیم یک معادله دینامیکی اضافه کنیم دیگه نیاز نباشه اون 30-40 تا ریاضی که داریم، معادله ریاضی که داریم، هم تو متن تغییر بدیم شمارش رو، هم داخل این روابط، و خودش به صورت خودکار تغییر میکنه. بعد شاید وقت کمتری هم میگیره. شکل ها و جداول هم که 100% باید به صورت خودکار باشن. حالا خودکار بودنش رو بهتون دوباره هم توضیح میدم، بیشتر داخل اون جورا ها واسهتون باز میکنم. کاهش اشتباهات نگارشی تا حد امکان. نگاه کنین، یکی از مهمترین ریوایز هایی که داورا میدن اشتباهات نگارشی هستش. حالا گرامری، نگارشی، املایی، هر چیزی که میتونین بگین، اینها رو با یک سری از نرم افزارها میتونین کاهش بدین. من خودم از نرم افزار پاکنویس استفاده میکنم و حالا برای انگلیسیش هم از گرامرلی. خب از گرامرلی یک نسخه پرمیوم داره و یک نسخه دسترسی آزاد که اون دسترسی آزاد تقریبا کار همه ما رو آسون میکنه و نیازی به اون پرمیوم هم نداریم. و برای استفاده از EndNote، خب رفرنس دهی با EndNote خیلی پیشنهاد میکنم بهتون حتما EndNote رو نصب کنین. EndNote خیلی میتونه کارتون رو سبکتر کنه. نگاه کنین، وقتی پاکنویس رو نصب میکنین، حالا آموزش نصب کردنش داخل صفحه اینترنت یا تو یوتیوب هستش و میتونین از اونجا دانلود کنین یا ببینین. و این نوت هم همینطور. حالا اگر خواستین در جلسات بعدی به صورت خلاصه‌وار چند تا رفرنس دانلود میکنم و میدم و بهتون نشون میدم که چه کارا. و همینطور نگاه کنین، حالا چون این مقاله اولم بوده اینو بعدها میام واسهتون خیلی قشنگ باز میکنم که اشتباهاتم تو مقاله اول چی بوده و تو مقالات بعدی چطوری اون اشتباهات رو برطرف کردم و چه مشکلاتی برخورد کردم برای این اشتباهات. اینا رو اگر امروز وقت شد که فکر نکنم وقت شه، ولی تو جلسه بعد به بررسی اینها میپردازیم حتما. برای نوشتن روابط ریاضی هم ما میتونیم از دو نوع روش استفاده کنیم. یک روشی هستش که خود، حالا واسهتون بیارم یک نمونه، خود، حالا اینجا نمیشه، از خود ورد میتونیم استفاده کنیم یا از یک نرم افزار به اسم مستای که بهتر هستش ما از ورد استفاده کنیم چون قابل تغییر هست و بهتر هستش، یعنی نیازی به نرم افزار جانبی نداریم. خب تا اینجا سوالی نداریم دوستان؟ بله آقای صالحی، من خیلی از مقالات کنفرانس رو دیدم که مؤسسات از طریق مؤسسات به چاپ رسیده و 100% قابل احترام هسته. واقعیتش سطح مقالات کنفرانس یکم پایین هستش و سعی میکنن حالا بر اساس اون پولی که میگیرن تمام مقالاتی که به دستشون میرسه رو چاپ کنن و هر چقدر حالا اون دوره برگزاری کنفرانس ها و همایش ها کمتر باشه سطح چاپشون بیشتر میشه. مثلا کنفرانس ملی برق ایران که مثلا 33 دوره 34 دوره تا الان برگزار شده یکم بیشتر گلچین میکنه و یکم استریکتر هست چاپ کردن مقاله داخلش، ولی یک مقاله‌ای که حالا مربوط به رشته برق، شیمی یا هر چیز دیگه‌ای هست و مثلا 3-4 دوره داره برگزار میشه، برای گرفتن حمایت هم که شده سعی میکنه اکثر مقالات رو چاپ کنه و دقیقاً آره قابل احترام هستش.
نگاه کنین آره فارسی یا زبان اصلی بودن رفرنس ها خیلی مهمه، چه تو متن و چه داخل اون قسمت نهایی که رفرنس ها مربوط هستش. خب اکثر علم باید قبول کنیم که علم الان به زبان انگلیسی هست، یعنی زبان انگلیسی زبان علم هستش. با این حال محققای ایرانی هم خیلی کارهای قشنگی به فارسی چاپ کردن، ولی خب تو یک مقاله به نظرم اگر 2 تا یا حالا نهایتاً 5 تا 10 تا رفرنس فارسی استفاده میکنیم، باید حداقل 3 یا 4 برابرش رفرنس انگلیسی استفاده کنیم، چرا که رفرنس های انگلیسی بنیه قوی تری دارن و قابل درک تر هستن. حالا به نظرم اینطوری هستش. خواهش میکنم نگاه کنین قدم اولی که میخواین شروع کنین گرفتن ایده هستش و ایده گرفتن خیلی مهم هستش. من حالا برای گرفتن ایده روش های مختلفی دارم که حالا ادامهش واسهتون میگم که چیکارا کنید. تو ژورنال های بین المللی فرم مقاله مورد تایید از کجا دریافت بشه، نگاه کنید ژورنال های بین المللی هم تقریبا صفحه های مثل مشابه همون صفحات دارن، یعنی اون ژورنال هایی که الان ژورنال نبودن یا کنفرانس بودن که واسهتون آوردن، ژورنال ها هم همچین صفحات مشابهی دارن که یک سری قوانین برای ویرایش دارن. با این حال یک شاخص کلی هستش، اونا رو واسهتون تو قسمت ژورنال ها خیلی قشنگ میام واسهتون توضیح میدن که اونها رو باید چیکار کنیم و از کجا دانلود کنیم. نرم افزارهایی که برای ویرایش متن انگلیسی استفاده میشه، مهمترین نرم افزاری که برای ویرایش متن انگلیسی استفاده میشه اون نرم افزار گرامرلی هست، چون حالا جدیدن هم بر پایه هوش مصنوعی شده و خیلی دقیق تر ویرایش میکنه و خوبیش هم این هستش که میتونین به صورت یک نمای بالای همون گوگل کرومتون داشته باشین و به صورت خودکار میاد تأثیر میذاره رو گوگل ترجمه یا گوگل ترنسلیت و اونجا هم خودش خودکار ترجمه رو ویرایش میکنه. آره حتما به روی چشم. نگاه کنید تو مقالات ژورنال، خب اینم بهتون بگم یک ادیتوری داره. شما وقتی یک تمپلیت اولیه رو میفرستین، خود اون ادیتور بعد از اکسپت نهایی اون تمپلیت خود مقاله رو اجرا میکنه. برای مثال من تو گوگل تو ریسرچ گیت هم یک مقاله نشون دادن از اون نسخه اولیه. حالا تو جلسات بعدی میام بهتون نشون میدن که این تمپلیت چقدر فرق میکنه و ادیتور چطوری اون رو تغییر داده. در نهایت آخرین ویرایش رو روی تمپلیت نهایی مقاله رو خود ادیتور انجام میده. خب نگاه کنین این کار خیلی آسونه و راحت میتونین با یک سرچ داخل همون گوگل اسکولار متوجه شین چقدر کارتون انجام شده یا نه. حالا اینم واسهتون بیارم داخل گوگل اسکولار. نگاه کنین مثلا ادپتیو اسلاید، نگاه کنین اصلا معلومه خب یه نباید روی این موضوع کار کنین و موضوع رو هی باید مثلا بسش بدین. حالا مثلا سلولایزیشن، هرچی میرین جلوتر اینا رو یکم تخصصی تر کنین، یکم بست بدین، یا مثلا نان سینگولار ادپتیو اسلاگینگ مود اینا رو باید یکم تغییر بدین. از اینجا متوجه میشین که کارتون قبلا انجام شده یا نه. همچنین یک نرم افزار برای مشاهده یابی هستش، اونم تو مقالات ژورنال بهتون توصیه میکنم و خوشبختانه مقالات کنفرانس ایران اصلا و به هیچ عنوان همچین نرم افزاری رو ندارن. خب یکم زمانمون هم محدود هستش. حالا آخرین مرحله بعد از اینکه مقاله شما در کنفرانس پذیرفته شد اینه که یه پاورپوینت ارائه درست کنید. حالا یکم وقتمون محدوده، این درست کردن پاورپوینت هم واسهتون تو جلسه بعدی میگم. خب گرفتن ایده رو من بهتون بگم.
نگاه کنیم بررسی مقالات به خصوص قسمت نتیجه گیری. گفتم که اکثریت مقالات تو قسمت نتیجه گیری یک قسمت دارن برای پیشنهاد برای کارهای آینده. یک جایی که میتونین به راحتی ایده بگیرین همون قسمت نتیجه گیری مقالات هستش. این یک مورد. استفاده از سایت ایرانداک. خوشبختانه پایان نامه‌های ارشد و دکترای ایرانی خیلی 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 قشنگ نوشته میشه و گاهی اوقات متاسفانه نمیتونن محققا به اون قشنگی اون مقالات رو به چاپ برسونن و همینطوری مقالات اون پایان نامه ها میمونه بدون اینکه خروجی داشته باشه از نظر مقاله و شما میتونین برای گرفتن ایده از اونجا استفاده کنید. مثلا نگاه کنید سایتش اینه، گنج ایرانداک. این هم واسهتون میذارم داخل این. یک ثبت نامی میتونین کنین داخل این سایت گنج ایرانداک و حالا با ایمیل شخصی هم میشه، این زیاد ضروری نیست و در هفته 5 تا مقاله 5 تا پایان نامه میتونین دانلود کنین. چون حالا زبان اصلی بودنم مهم حالا چون اینجا هم هستش زمانش هم مقالاتی حالا بروزی هم قرار میگیره و تمام متن هم موجود هستش. به نظرم با خوندن پایان نامه های دیگران هم میتونین ایده های قشنگی بگیرین. این خیلی مهم هستش به نظرم. یکی هم هستش که دانلود کتاب‌های انگلیسی از سایت لیبجند. واقعیتش کتاب‌های انگلیسی هم آره خیلی ایده‌های قشنگی میدن. من از این دوتا مورد واقعیتش خودم خیلی بیشتر ایده میگیرم حالا تا مورد اول، چون مورد اول بعضی اوقات خیلی دراماتیک میشه و قابل ادامه دادن نیست. و آخرین موضوعش این هستش که مشورت با اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی. واقعیتش من اولش که وقتی شروع کرده بودم خیلی ایده کم میگرفتم، یعنی ایده خاصی نداشتم برای شروع کردن. برای همین پیام میدادم به دکتر سالم مبین که دکتر من یک ایده میخوام برای ادامه کارم و ایشون خیلی راحت در عرض شاید 1-2 دقیقه به من پاسخ میدادن و یک ایده جدید و بسیار جذاب به من میدادن. و ولی حالا خب وقتی هرچی جلوتر میرین و پخته تر میشین داخل کار، ایده ها اصلا خود به خود میان. یعنی هر کار اولو که انجام بدین 2 تا ایده داریم برای کار بعدی و الان تقریبا من میتونم بهتون بگم تا سال بعد همین موقع من اگر هفته 1 ایده هم بخوام به شما بدم برای کار کردن دارم همچین ایده هایی که بهتون بدم و ایده ها هم خیلی بروز هستن. آره خب این مواردی بودش که حالا بنده گفتم. حالا اگر سوالی داریم که تا اینجای کار حالا از قسمت‌های قبلی که من نگفتم یا جا مونده سوالتون بپرسین، بنده بهتون پاسخ. مورد 3 برای همه رشته ها هست دانلود کتاب های انگلیسی و منظورتون هست. آره نگاه کنین سایت لیبجند یک سایت روسی هستش که حالا نکسی واسهتون بیارم. بر اساس اون ISNNی که حالا اون کتاب داره میتونین قشنگ کتاب‌های بروز رو بیاین اینجا و راحت دانلود کنین. آموزش دانلودش هم هستش، قشنگ راحت بدون دردسر میاین اینجا و میزنین دانلود میشه. قدم بعد از ایده گرفتن چی هست؟ نگاه کنین من اولین قدمی که حالا چون رشته‌ام هم کنترل هستش و ریاضیاته، اولین قدمی که بعد از گرفتن ایده میام انجام میدم اینه که روابط ریاضی رو تلاش میکنم که به اثبات برسونم. چون که وقتی قبل از انجام روابط
بیاین شروع کنین به نوشتن، شاید در ادامه نتونین جواب بگیرین، خب این یک چیز عادی هستش. ولی خب اگر روابطتون اثبات کردین، اثبات ها درست بود و حالا شبیه سازی ها رو کم و بیش انجام دادین، کم کم شروع کنین نوشتن مقدمه یک چیز روتین هست. با خوندن اولین مقاله‌ای که حالا می‌بینین در مورد همون موضوعی که دارین، ایده نوشتن مقدمه به چشمتون میخوره، یعنی باهاش آشنا میشین، چون مقدمه نوشتن یک چیز روتینه و فقط شما باید طرز بیانتون رو عوض کنین. برای مثال همون مقاله‌ای که من آوردم و مقدمه‌اش رو بررسی کردم، شاید 20 نفر دیگه هم همون سبک نوشته باشن و فقط من جملاتش رو عوض کرده باشم. مثلا اون گفته سیستم آشوبناک سال 1999 مطرح شد، من میگم اولین بار مثلا سیستم آشوبناک در سال 99 توسط فلان 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 مورد بررسی قرار گرفت و فقط بازی با کلمات نوشتن مقدمه و یکم حالا قسمت مهمش اون نکات برجسته کارتون هستش. فیلم رو دوستان حالا انجمن علمی برقی دانشگاه زنجان واسهتون داخل گروه قرار میدن و میتونین از اونجا دریافت کنین. آره بروی چشم، من همه لینک هایی که گفتم واسهتون قرار میدم و میتونین ازش استفاده کنین. برای رفرنس دهی هم تو مقالات فارسی بذارید من بهتون یه کمک کنم. همین الان من خودم از نرم افزار اند نوت استفاده میکنم. نگاه کنین برای رفرنس دادن داخل سایت سیویلیکا اگر بخوایم بریم، حالا نمیدونم سایت سیویلیکا رو کجا، نه اگر بخوایم بریم داخل سایت سیویلیکا، اینو من خیلی قشنگتر تو قسمت‌های بعدی واسهتون توضیح میدم، حتی اگر الانم ورد متاسفانه نت داخل ایران پاچیده. نگاه کن این مقالاتی که اینجا میان روشون کلیک کنین، یه اینجا استخراج به نرم افزار پژوهشی هستش. اینجا نگاه کنین میتونین اندنوت رو انتخاب کنین. نرم افزار دیگری هم هستش مثلا VITX ISI تکست اینا. خب من چون اندنوت دارم اینو میزنم، یک فایلی به این صورت دریافت میکنم، رو این یک تک کلیک کنم خودش داخل اندنوت من بارگذاری میشه اینا. و فقط کافی هستش داخل اون فایل وردی که دارم اینجا مثلا برم و این گزینه رو انتخاب. نگاه کنید به صورت فارسی میاد. حالا اگر تکست من به صورت انگلیسی باشه خودش به صورت انگلیسی میاره و بستگی به اون نوشته شما داره و تنظیماتتون و خودش هم در آخر میاد اینطوری قشنگ میاره و خیلی راحت. حالا اگر منظورتون پیدا کردن رفرنس مربوط هستش، خب باید بخونین متنشو و ببینین کجا به دردتون میخوره. برای رفرنس دهی خب نگاه کن، برای رفرنس دهی هم نگاه کنین. خب سیستم های آشوبناک که وقتی می‌نویسین، وقتی همین حالت مثلا من نوشتم حالت لغزشی، 100 تا مقاله برای حالت لغزشی میاد بالا و شما ببینین کدوم به کارتون مربوطه و کدوم بیشتر به کارتون میاد و اون رو انتخاب کنید. این خیلی میتونه حالا کمک کننده باشه و اکثرا باید برداشتتون رو بنویسین نه عین اون کار. مثلا اگر حالت لغزشی رو میخواین برای مثال بهتون بگم، برای این مثلا برای استفاده از جهت تخمین مغیر
متغیرهای حالت سیستم. باید همچین موضوعی رو بنویسیم و به این قسمت رفرنس بدیم و خودتون حالا اونو باید تعیین کنید که کجا هستش. سوال دیگه؟ خب یه مورد دیگه هم که هستش، من اینو بهتون بگم، برای رسم نمودارها و شکل‌هایی که گفتم به دو تا طریق میتونین اینها رو رسم کنین و حالا این منظور از نمودار و بلوک دیاگرام اینها هست. یکیش که از طریق همین پاورپوینت و ورد هستش یا مایکروسافت آفیس اینا، و یک روش هم نرم افزار ویزیو هستش. خب نرم افزار ویزیو یکم کاربرش آسان‌تر هستش ولی حرفه‌ای‌تر هستش، به نظرم حرفه‌ای‌تر و آسان‌تر اگر یاد بگیرید. ولی خب تو کارهای پیش پا افتاده مثل این نیازی نیستش اصلا نرم افزارهای ویزیو رو اینا رو استفاده کنیم. هرچند که نرم افزار ویزیو خودش با آفیس نصب میشه و نیازی به نصب مجدد نداره، راحت میتونین با استفاده از پاورپوینت یا ورد شکلی با این قشنگی رو رسم کنیم. چه مثلا دانشجوی مقطع کارشناسی بیشتر چه دسته مقالاتی رو پیشنهاد میکنین؟ نگاه کنین برای دانشجوهای کارشناسی من پیشنهادم این هستش که نگاه کنین اولا شما به نظرم برای نوشتن یک مقاله کنفرانسی یا حالا ژورنال یکم علمتون تکمیل نیست، شاید حالا البته از دیدگاه خوب نگاه کنید و میتونید برای تکمیل تر شدن کار با یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی به خصوص مقطع دکترا همکاری کنید و برین سراغ دانشجوهایی که مقاله دارن و اساتیدی که مقاله بده هستن. مثلا تو دانشگاه ما دو دسته استاد هستش، مثلا یک دسته از اساتید مثل دکتر سالم مبین که کارش فقط زمینه تحقیقاتی و مقاله دادنه، یک استاد هم مثل دکتر غایبلو و دکتر بابازاده که کار عملی بیشتر انجام میدن. شما همون اول باید انتخاب کنین که با کدوم استاد میخواین کار کنین و استاد حتی تو مقطع‌های بالا هم خیلی تاثیرگذار هستش کارشون. و آره به نظرم از استادتون بیشتر بپرسین و مقالات کنفرانس به نظرم شروع کنین خیلی بهتر هستش. و اگر بتونین یک کانکشن قوی بگیرین و با دانشجوهای دکترا در ارتباط باشین، اگر بتونین یک ژورنال کیوتیری یا کیوتو هم بدین خیلی میتونه براتون مفید باشه. ولی خب برای کارشناسی بیشتر کنفرانس من پیشنهاد میکنن چون یکم سبک‌تره. خواهش میکنم. خب برای سرچ سای هاب باشه، سای هاب هم همینجا واسهتون میزنم. نگاه کن سای هاب اینا رو من چون قبلا سرچ کردم هستش و زیاد اذیت کننده نیست. بدون روش گفتم میشه. یک روش اینی که موضوع سرچ کنین، این موضوع واسش بلاک. نه آورد بالا. یک روش هست که موضوع رو اینطوری سرچ کنین و خودش میاره بالا. یک روش هم هستش که نگاه کنین اون صفحه مقاله رو باز کنین، اون DOI یا کد ملی مقاله رو کپی کنین و اینجا بزنین. راحت و از همین قسمت هم میتونین راحت دانلود کنین.
حالا برای بقیه رشته هم راحت میتونین همین کار کنین، چون دوستان عزیز اگر سوالی ندارین بقیه موارد رو بنده به امید خدا تو جلسه بعد آماده میکنم و خدمتتون ارائه میدم. با این حال اگر سوالی حالا تو ذهنتون اومد بپرسین، چه تو گروه و چه داخل دایره، مشکلی. ممنون از شما عزیزان، امیدوارم که دوره براتون خسته کننده نباشه و نظر لطفتون هست. جناب مهندس اگر تدریستون تمام شده من یه صحبتی با دوستان داشته باشم. خواهش میکنم، بفرمایید. خب اول اصلا خسته نباشید میگم هم به جناب مهندس عسکری و هم شما دانشجویان عزیز. من یه راه ارتباطی میذارم اینجا، راه ارتباطی با انجمن برق دانشگاه زنجان، که شما اگر وارد این